انسان عقلش رو استفاده کند، هر کاری رو که انجام میدهد اول فکر کند بعد شروع کند. یعنی حتی زیاده روی در دین، حتی زیاده روی در عبادت. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک گروه به وجود آمد که همیشه در مسجد می نشستند و عبادت میکردند، نه کار و نه زندگی و نه مهنت و نه زحمت و نه دهقانی و نه هیچ. خب دی اهل محله یک روز و 10 روز و 1 ماه یعنی 2 ماه دیگر تامینشون میکردند. بعد خبر به حضرت عمر، یکی از امپراتورای بزرگ دنیا بودن، یعنی خلافت حضرت عمر رضی الله عنه، تمام کشورهای عربی تو آسیای مرکزی، طرف تو داغستان، طرف تو غرب، طرف تو خطای، همه حاکم بودن. امپریا بزرگ بود، خلافت راشدین چند زمان حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. یعنی خیلی دین مبین اسلام خیلی دامن زده بود و وسیع بود. حالا خبر به اون می رود، میگه یک قومی به وجود اومده است، یک قومی وجود داره در فلان محل مسجد که کار نمیکنن، فقط نشستن عبادت میکنن، روز روزه، شب روز روزه میگیرن، شب ها عبادت و بیدار خوبی، دیگر نه میبروین، نه کار میکنن، نه جای میروند، نه اون به کار مشغولن، فقط شب روز عبادت. میگه کی هستن اینا؟ میگه شما کی هستید؟ چرا چنین میکنید شما؟ میگن که ما توکل کردگانی در رزق و پروردگار رزق تمام میدهد، ما فقط عبادت میکنیم. رزق یعنی ازلی هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پرسید از اونها، گفت توکل چی هست؟ شما میدونید توکل چی هست؟ که حالا میگید ما توکل کردگانی در رزق و پروردگار. خب سواد نداشتن که این کار میکردن. حالا که توکل نمیدونید، شما دیدید باری از عثمان پروردگار تنگه یا تیلوی ریزونده باشد یا بریده باشد؟ از عثمان تنگه و تیلو میریزد، میبرد؟ گفتن که نی. خب از عثمان چی میریزد یا چی میبرد؟ گفتن برف میبرد، بارون میبرد. او برای چی میبرد؟ نمیدونیم برای چی میبرد. خب که نمیدونید برای چی میبرد، این برف و بارون به خاطر میبرد که شما بروید اون زمین کشت کنید، چقدر جفت کنید، گردباد کنید، دانه رو بپرتوید، گلویش رو بپوشانید، بعد توکلش به پروردگار کنید، چرا که اون دانه داخل خوب دیگر در دست شما نیست، به برکت میشد یا به برکت، یا کرم میخردش یا که یعنی میروید. در اونجا توکل میکنید. تمام هر چیزی که از دستت میآید میکنید، اون طرفی که در دست شما نیست اونجا توکل به پروردگار میکنید. این رو میگن توکل. با تیوغ زد همش بیرون کرد از مسجد که بروید مهنت کنید، زحمت بکشید، زندگیتون رو خود درد سر دیگران نشوید، زندگیتون رو پیش ببرید. سنی مسلمان باید که دویم در طلب رزق حلال باشد، صاحبکاری داشته باشد، تجارت داشته باشد، دهقانی داشته باشد، کسب و کار داشته باشد، هنر داشته باشد. برای یک انسان 40 هنر کم است. باری دهقانی با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلام کردن. دست دهقان مثل چوب سخت است، کلان میزند قوت. بعد این دست رو خبیدن، سر ندادن و گفتن که خدا و رسول خدا این دست رو دوست می‌دارد، دست زحمت کش مهنت کن. خدا و رسول خدا این دست رو دوست می‌دارد. دست رو خبیدن، گفتن الله سبحانه و تعالی و حبیب پروردگار این دست رو دوست می‌دارد، این دستی با برکت است. روز می آمدم اینجا استوا کار میکردن، دست رو محکم کردن، خیلی سلام میکنن، مقصد که دستم گرد اولاز. نه، این دستی با برکت است، گردش هم برکت دارد انشالله. مسلمان باید که همیشه در سعی و تلاش و مهنت و زحمت رزق حلال با راه حلال و ضروریات دینیش رو باید مسلمان بداند، تا اینکه فریبی هر بدخواه فالبینی، هر گمراهی در ضلالت رفته فریب اون نرود، فریب اون نخورد. چرا پیامبر علیه السلام میگه که طلب رزق حلال عبادت هست. شما مهنت زحمت بکشید، کار کنید. خداوند عزوجل میگه استعیذ بالله من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه.
ولنجزینهم باحسن ما كانوا یعملون. صدق الله العظیم. هر انسانی عملی رو انجام بدهد، مهنت و زحمتی بکشد، چی مرد باشد چی زن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، برای اون یک حیاتی مبارکی پاکی با برکت عطا می نماییم در نتیجه مهنت و زحمتش. چی مرد باشد چی زن، تو زندگی میکند، هر کاری که میکند، هر کسی که باشد کاری پاک حلال باشد، طلب رزق حلال، یعنی مادامی که در طلب رزق حلال باشد، نیتش چیست؟ رزق حلال و مهنت و زحمت. فلنحیینه حیاتا طیبه، برای اونها حیاتی مبارکی پاکی به آرایشی با برکت عطا میکنیم. ولنجزینهم ولا یعنی رزق حلال پاکیزه، رزق حلال. در برابر رزق حلال باز اجر و پاداش، اجر و پاداش عظیم. هم رزق حلال میدی، همش میگوید، هم اجر و پاداش عظیم. به احسن ما كانوا یعملون، چند برابر زیاده که اون مهنت و زحمت میکشید، چند برابر زیاد، یعنی برای اون اجر و پاداش میدهیم. ولی وقتی که انسان مهنت و زحمت میکشد، پروردگار این مهنت و زحمت اون رو قدر میکند. ولی گپ سری اون نمیرود که کم میدهد یا زیاد میدهد. کم میدهد یا زیاد میدهد حکمت الهی است. و کسی با مهنت زیاد اندک میدهد و با کسی با مهنت اندک زیاد میدهد. این در حکمت الهی است. پروردگار بهتر میداند. لیکن فردا روز قیامت اونی که زحمتی زیاد میکشید بعد میگه پروردگارو من چنون زحمت میکشیدم و مهنت میکردم و کار میکردم، هیچ زیاد نمیشد، رزقم چی بود؟ او فلانی با اندک مهنت بس و زیاد به دست می آورد. ولی چی هستین؟ چی حکمتت؟ میگه بنده اگر میدادم در اونجا ضررت میکرد. ولی اون همه مهنت و زحمتت رو ببینین، قصرهای در جنت برایت آماده کردم، همه اون مهنت و زحمتت اینجا تماشا کن که در جنت چقدر برایت آماده کردگی هستم. اگر همه اون مهنت و زحمتت رو در اون دنیا میدادم، مغرورت میکرد، ضررت میکرد. و خاطر که ضررت نکرد، نمیدیدی که بسیاری ها رو ضرر کرد و های من. و پروردگار میگه چرا نعمت های من شما رو ضرر کرد، مغرور شدی؟ میگه پروردگار بسیاری بد دادیم، برای همین مغرور شدی. برای همین بنده اش میگه که بنده من تو رو کم دادم، ببین. میگه پروردگار کش همون اندکی که در دنیا داده بدی، همون رو نمیدادی که اینجا میدادی، اینجا مقامم بلندتر و زیادتر میشد. مهنت و زحمت هیچ بنده اش، حتی کافر رو، حتی همونی که این کارش میکنن پروردگار ضایع نمیکنه. این رو باید مهنت کش دیخون و هر مسلمان باید بدونه. هیچ مهنتی من، هیچ بدرخوابی من، هیچ سعی و تلاش من، هیچ اون عرق پیشانی ریزاندگی من به اجر نیست. یک چند برادرای صاحب کاری که فوق العاده موفق و کامیاب هستن، گو می نشینیم صحبت میکنیم، از پدر مرحوم پدرشون حکایت میکنن. وقتی که ما خورد بدیم و پدر ممکن که از 24 ساعت 18 ساعت گاه روزه، گاه وقتا 18 ساعت 16 ساعت مهنت و زحمت میکشیدن، میآوردن اندن. ماهش قطعی میشید که روغنی نمیخوردیم، ماهش قطعی. در همین چای سحری و یا نصفی روزی و بگاه شکر پیدا نمیشد در خانه که چای مونه شیرین بکنیم بخوریم. خدا رحمت کنه پدر گذشت. لیکن با همین اوله دست و عرق جبین و با این همه مهنت و زحمتش ما رو تربیه کرد. با لقمه حلال همه ما رو تربیه کرد و خواند و زحمت کشید و مهنت کشید. با همین مهنت و زحمتش یعنی هیچ آبش رنگ نگرفت که از این دنیا گذشت. ولو فرزندو همه صاحب کارهای موفق کامیاب، میلیون ها قطعی گردشو دارن، تجارت دیگر دارن. کار خداوند به حکمت نیست. ولو اون مهنت و زحمت اون پدر رو پروردگار قدر نکرد، اون کمی اون پدر و مادر رو قدر کرد. مهم اساس همیشه در کارهای خیر فعال هستند، در آبادی وطن سهم دارند.
عبودکار هستند. هر عبودکاری قیامت و جنتش عبود است و همیشه سوال میکنه این کار رو انجام بدیم پدر ثوابش میرسد. میرسد الحمدلله. روح این پدر با این فرزندو میبولد، میفخرد. تمام کاری خیری که فرزند انجام میدهد پدر و مادر شریک است. پروردگار با پدر و مادر اجر و پاداش اون رو میدهد. مسلمان باید از محنت و زحمت و از علم و معرفت هیچ وقت نگوید پیر شدم. چند نفری همچه سالخورده‌ای بدن که آمدن یک حرف الحمدلله روز قرآن در یک ماه بیاد یک بار قرآن ختم میکنم الحمدلله. علم پیرشوی ندارد. یک حرف هم اگر ذره ذره جمع شود دریا هم بند شود. ذره ذره از خودم که کردید هر روز مهم اساس یعنی بردوام محنت و زحمت کشیدید پروردگار میدهد. باز تکرارا میگویم که محنت هیچ کس رو پروردگار ضایع نمیکند. حالا محنت دشمنش رو ضایع نمیکند، چرا محنت دوستش رو مسلمان رو ضایع کند؟ چرا؟ هیچ ممکن نیست.